ستاد اجتماعی مجاهدین. کلیپ شعار منحوس رضا شاه روحت شاد در ورزشگاه آزادی جعلی و صداگذاری شده است. ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور اعلام کرد کلیپی که با شعار منحوس رضا شاه روحت شاد مربوط به مسابقه فوتبال در روز دوشنبه 29 بهمن در ورزشگاه آزادی پخش شده جعلی و صداگذاری شده است و صحت ندارد. قبلا هم در موارد متعدد مشابه همین تقلب به شیوه‌های گوناگون انجام شده بود که برخی از آنها توسط ستاد اجتماعی مجاهدین افشا شده بود. ابتدا توجه شما را به مقایسه دو کلیپ که یکی واقعی و دیگری جعلی است جلب می‌کنیم. به گزارش ایمنا نیز پس از مساوی کردن تیم‌های پرسپولیس ایران و نصر عربستان، هواداران پرسپولیس در پایان بازی هنگام خروج علیه رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس شعار سر دادند. اخبار سیمای آزادی 12 خرداد 1401. ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور اعلام کرد کلیپ سازی جمعیت انبوه با شعار منحوس رضا شاه در ورزشگاه آزادی تهران دروغ و صحنه سازی است. ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور اعلام کرد دعاوی و کلیپسازی حاکی از جمعیت انبوه با شعار منحوس رضا شاه روحت شاد در ورزشگاه آزادی در تهران در جریان مسابقه فوتبال در غروب روز دوشنبه 9 خرداد دروغ و صحنه سازی و الغای شبهه است. اگر شعار دادن توسط جمعیت انبوه در ورزشگاه صحت می داشت، با بسیاری کلیپ‌های مشابه دیگر در اینترنت منعکس می شد. زیرا 63,000 نفر در این مسابقه حضور داشتند و شاهد بودند. فایل صوتی گزارش یکی از گردانندگان ورزشگاه به دفتر وزیر ورزش رژیم ضمیمه است که میگوید شعار در داخل کاسه محوطه داخلی ورزشگاه و جایگاه تماشاچیان در مورد رضا شاه ندادند. دوشنبه شب 9 خرداد 1401. گزارش به دفتر وزیر ورزش رژیم. صدای یکی از گردانندگان ورزشگاه آزادی در تهران. شعار در مورد رضا شاه ندادند. یگان ویژه نیروی انتظامی با دوربین‌ها و نیروهایشان روی سکوها مستقر هستند و تماشاچی‌ها را رصد می‌کنند. رضا شاه رو نشنیدم. در مورد آبادان رو شنیدم. آبادان بوده. رضا شاه رو من نشنیدم. من بپرسم خبر. اما طبقه پایین شما هستن. من الان آمارش رو میگم تو خبر. آقا من آمار گرفتم. 3-4 تا من از دوستان که حضور مستمر داشتن اونجا سوال کردم. یه مسئول 100,000 نفری و مسئول کل بوفها که از قبل بازی اونجا مستقرن پرسجو کردم. شعار داخل کاسه در رابطه با رضا شاه ندادن. در رابطه کاسه اون چیزی که مشهود بوده
وریا با غیرت، پیام حرف ملت. این خیلی مشهود بوده. 3 تا دست، آبادان تسلیت، چیزایی که توی کاسه شنیده شده. معمولا یگان ویژه نیروی انتظامی اینا رو به صورت مصور دارن، قطعا چون با فیلم و دوربین اونا مستندسازی میکنن دیگه، اونا قابل اتکا دارن، اونا مستند دارن. ولی 100% اونا چون هم رو سکوها مستقر هستن نیروهاشون، همین که دوربین و اینا هم دارن، هم تماشاچی‌ها رصد میکنن و هم سکوها. چیز مشهودش همون داستان وریا بوده دیگه. آره وریا که وریای با غیرت، پیام حرف ملت، آبادان تسلیت، 3 تا دست، چیزی که مشهود و در انتها بود، انتهای بازی که حالا بازی تموم شده بوده و ظاهرا تو بحث جشن و اینا. ما الان بگم خود آقای حقانی مسئول 3000 نفری یه اجرایی این مدام حالا یا بالا یا پایینه یا در حال چیز. ستاد اجتماعی مجاهدین خاطر نشان کرد وزارت اطلاعات فاشیسم دینی می‌خواهد با شعار رضاشاه تفرقه بیاندازد، قیام‌ها را به انحراف بکشاند و پراکنده و تخریب کند. هرگاه شیخ کم می‌آورد برای سرکوب از شاه کمک می‌خواهد. این نه یک اقدام خودجوش و خودانگیخته، بلکه کاری است مهندسی شده که وزارت بدنام و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی آن را با لباس شخصی‌ها سازمان می‌دهند. شایان توجه این که وقتی شعارها رادیکال می‌شود یا کار به درگیری می‌کشد، دم خروس بیرون می‌زند و دیگر خبری از رضاشاه نیست. مصرف شعار مربوطه در هر تظاهرات فقط یک بار و زیر 1 دقیقه برای فیلم گرفتن است و استمرار ندارد و تکرار نمی شود. همچنان که سخنگوی مجاهدین در 5 آذر 1400 به قیام آفرینان در اصفهان گفت باید با شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور 100 بار بیشتر بجنگیم. اینا عناصر خودفروخته، اینا همون بسیجی‌ها هستن که میگن رضاشاه روحت شد. همونایی که اول نشون دادم بسیجی‌هایی بودن که اومدن قاطی مردم، شفیه‌هاشون رو برداشتن، الان میگن رضاشاه روحت شد. اینا جزء معترضان نیستن. اون خانمایی رو ببینید میگن نگید رضاشاه روحت شد، شعار رو خراب نکنید. آفرین به این خانمایی. این بسیجی‌هایی که توی مردم هستن مردم رو مجبور میکنن بگن رضاشاه روحت شد. شعار مردم مرگ بر ستمگره. شعار مردم مرگ بر ستمگره. این خانم‌ها ببینید، این خانم‌ها ببینید
ببینید همه ببینید. این خانم‌ها به مردم میگن فریب نخورید، نگید رضا شاه روحت شاد. ببینید کسایی که شعار انحرافی میگن این خانم‌ها دارن راهنمایی میکنن. مرگ بر شاه شیخ. ببین بسیجیان فرار کرد. ما بسیجیان چقل بسیجیان همزادا لاف در غریبی، ادعای رهبری به خواست ارتجاع و استعمار، بسیج و اطلاعات شیخ و ساواک شاه. من بنا به خواست شما آمادگی خود را برای هدایت این تغییر و رهبری دوران گذار اعلام کردم. توان من ناشی از قدرت شماست. نیرویی را که از تداوم مبارزه و اعتراضات حق طلبانه تان میگیرم در مسیر استقرار دولتی ملی و جلب حمایت حد اکثری جهانی برای تحقق آن به کار میبندم. من این دعوت به رهبری رو پذیرفتم و اینجا هستم تا وظیفه خودم رو ایفا کنم. برنامه من برای سرنگون کردن این رژیم از جمله شامل تسهیل ریزش نیروهای این رژیم هست. گزارشگری فکتچوال برای همه ما خیلی مهم هست و جهان آزاد باید فکر کنه وقتی که میخواد ببینه چطور میتونه کمک کنه، به جای اینکه صرفاً در کلام حمایت کنه و جایزه بده به این اکتیویست سیاسی و اون زندانی سیاسی، با عمل شرایط رو متعادل کنن و فرصت موفقیت این فعالان رو بهتر و بیشتر کنن. و خب من در این راستا فهرستی از تقاضاها رو از جامعه جهانی تنظیم کردم. ما در تعامل هستیم، در گفتگو هستیم با نیروهایی که دارن از رژیم ریزش میکنن